معلوم است که هنگام یگان قیمت‌های A و B قیمت ifade A minus B به 0.5 برابر است. برای همان قیمت‌های A و B قیمت ifade 1 تقسیم B minus A را به چند برابر است. این در البته سوال مشکل نیست. A و B دو عدد داریم. A minus B هم وقت به چی برابر میگوید؟ 0.5 و این رو استفاده برده 1 تقسیم B minus B به چی برابر است. بیاین یه بار نویسیم. نیا کنین A minus B ما اینو میداریم ifade به چی برابر است. لیکن وقتی که من ifade رو 0.5 نویسم به مینوس هر طرف رو ضرب کنم چی میشد؟ مینوس A جمع B برابر است به مینوس 0.5. نیا کنین مینوس A و جمع B جاشون رو عوض کنم اگر من به B یعنی جمع پلس B مینوس A برابر مینوس 0.5 یعنی این در اصل B مینوس A برابر مینوس 0.5 یعنی A مینوس B 0.5 باشد مینوس B مینوس A برابر مینوس 0.5 می شود همه وقت. بعد این رو اگر استفاده بریم چی می شود؟ 1 تقسیم B مینوس A 1 تقسیم B مینوس A برابر می شود به 1 تقسیم در اصل مینوس 0.5 یعنی جواب ما مینوس می شود. 1 تقسیم 0.5 رو باید ببینیم یعنی در درون یک چند تا 0.5 است این دو تا یعنی مینوس 2 جواب ما مینوس 2 می شود.